توسط علمای خاصه و عامه به ثبت رسیده است که تنها به ماجرای حمله معاویه به شهر انبار و غارت جان و مال مردم آن شهر توسط یاران وی اشاره می‌کنیم. پس از این غارت امیرالمؤمنین با ناراحتی شدیدی بر بالای منبر مسجد کوفه رفتند و از سستی و بیخیالی یاران خود گلایه داشتند و حتی پس از ایراد خطبه هیچ گونه عکس‌العملی از جانب یاران خود مشاهده ننمودند. و مظلومیت دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ماجرای بیعت اجباری. سلیم ابن قیس هلالی در کتاب خویش می نویسد پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم به خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هجوم بردند و ریسمانی به گردن حضرتش انداختند و آنگاه ایشان را کشان برای بیعت به مسجد بردند و اینها تنها قطره‌ای از دریای ظلم امت بود که بر جان و روان حضرت روا داشته شد. ماجرای مظلومیتی که 25 سال به طول انجامید و در نهایت در 19 ماه رمضان سال 40 هجری با ضربه شمشیر شقی ترین فرد از امت ابن ملجم مرادی این غم و اندوه پایان یافت. پس از وفات پیامبر عده‌ای از بنی هاشم و دیگر یاران در نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام جمع بودند. در این هنگام خلیفه انتخابی شخصی را با جمع بسیاری به سوی آنان گسیل داشت. آن شخص چون به درب خانه آن حضرت رسید فریاد برآورد و آنان را با بیعت با خلیفه منتخب فراخواند، لیکن کسی به حرف او اعتنایی نکرد و او بار دیگر فریاد برآورد و گفت برای من هیزم بیاورید، قسم به آنکه جانم در دست اوست از خانه خارج شوید وگرنه خانه را با اهلش به آتش خواهیم کشید. آنان گفتند فاطمه در این خانه است. گفت حتی اگر فاطمه در خانه باشد. پس از این سخن آن شخص دستور داد تا هیزم فراوانی جمع آوری کنند و دستور داد که آنها را بر در خانه صدیقه کبری سلام الله علیها انباشته سازند. او خود نیز به درب خانه فاطمه آمد و گفت اگر بیرون نیایید خانه را با اهل آن به آتش خواهم کشید. آنان در این هنگام شنیدند که فاطمه فرمود نمیگذارم بدون اجازه وارد خانه شوید. تهدید به احراق بیت فاطمه سلام الله علیها توسط آن ملعون در کتب مختلف اهل سنت بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. انساب الاشراف، تاریخ الامم و الملوک تألیف طبری، عقد الفرید تألیف ابن عبدربه، مختصر فی اخبار البشر تألیف ابوالفدا. فاطمه سلام الله علیها باور نمی کرد بدون اجازه او وارد خانه اش شوند. آنان به شدت درب خانه را می کوبیدند و هر کدام
با صدای بلند سخنی می گفتند و طعنه‌ای می زدند. ملعونی فریاد برآورد: پسر ابوطالب، درب را باز کن، به خدا سوگند خانه را به آتش می کشم. در می سوخت و دود خانه را فرا گرفته بود. خواستند در به نیمه سوخته را باز کنند، اما فاطمه نگذاشت و محکم در را گرفته بود. اما بر بازوی زهرا تازیانه زدند که بازوی او چونان بازوبندی سیاه و کبود گشت. درب نیم سوخته را با لگدی شکستند و میخ در به سینه زهرا فرو رفت و خون از آن جاری شد و آنگاه بود که فریاد زد: هكذا يصنع بحبيبتك وابنتي. إليك فخذيني فقد والله قتل ما في أحشائي. پدر، ای پیامبر خدا، آیا میبایست با حبیبه و دختر تو چنین رفتار کنند؟ آه فزه، مرا دریاب، به خدا فرزندم را کشتند. فاطمه 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 فاطمه، من بی تو تنها و غریبم. فاطمه فاطمه، برخیز و از جا ای حبیبم. فاطمه فاطمه، من بی تو تنها و غریبم. فاطمه فاطمه، برخیز و از جا ای حبیبم. فاطمه، بعد تو من در مدینه بی کس و بی آورم. زندگانی بعد تو هرگز نمی شد باورم. فاطمه عيني حفرت خدي تحت وجهي قبرا مذبوح، تبكي لك من وجدي أيها المسموم المغروح. قم يا صادق الوعد من بقيع الدمع المبحوح. حزني علني أبني على قبرك حزني.
التمنت أيام حزني فوق حد الممكن، التمنت أيام حزني فوق حد الممكن. ليتني كنت على قبرك ظلا، ليتني أنحني والدمع في محراب عيني ينحني. ليتني كنت على قبرك ظلا، ليتني أنحني والدمع في محراب عيني ينحني. أو حماما صادقيا والبقية